سلام، روزتون بخیر. امروز اومدیم تا زمان جوش اومدن آب بین اجاق‌های گازی و اجاق‌های برقی رو با هم مقایسه کنیم ببینیم چقدر هستش. Moi, je n'aurais pas aimé être complètement coupé du monde et rester dans une tour d'argent, éloigné de tout le monde. Moi, bon, j'habite Saint-Germain-des-Prés depuis toujours. Je continue toujours mes mêmes petites marches, mes mêmes endroits. Et partout, dans Paris, quand je viens en Suisse, pareil. J'ai jamais fui. J'ai fait le maximum, je pense. J'ai jamais fui, les gens. خب می‌بینیم که تقریبا بعد از گذشت 6 دقیقه به اندازه 2 لیوان آب جوش اومده. مقایسه بعدی رو با اجاق برقی خواهیم داشت. سلام، اومدیم تست جوش اومدن آب توی اجاقای برقی برگامو ما روشنش میکنیم. اجاق شعله متوسطش رو مانند اجاق گازیمون که روی شعله متوسط گذاشتیم. ببینیم که توی چند دقیقه آب رو جوش میاره. Enfin, j'ai fait le maximum, je pense.